أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس عقیده را از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه دوام می‌دهیم. موضوع امروزه شناخت خدا. امام ابو حنیفه رحمه الله می‌فرمایند: نعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف نفسه وليس يقدر أحد أن يعبد الله تعالى حق عبادته كما هو أهل له ولكنه يعبده بأمره كما أمره. یعنی خداوند متعال را چنان که شایسته شناخت او تعالی است و او خود را وصف نموده است میشناسیم، اما هیچ کس نمیتواند آن گونه که شایسته و حق پرستش او تعالی است او را بپرستد، ولی چنان که دستور داده است مطابق امرش او تعالی را میپرستیم. دوستان عزیز، اکنون بیایید شرح گفته های امام ابو حنیفه را دیده براییم. امام ابو حنیفه این را در نظر دارند که میشناسیم الله تعالی را آنگونه که حق شناختن و حسب آن که بنده قوت و قدرت شناختن خدای خود را دارد. البته قدرت بنده کفایه نیست برای به پررگی شناختن آفریدگار، ولی همچنان که الله تعالی خود را در کتابش و جمیع اسما و صفاتش معرفی کرده است، بنده هم او را همان گونه می شناسد. از این بیش نباید تفکر در ذات او کرد، زیرا حقیقت ذات الله تعالی از دایره عقل انسان بالا می ایستد. از این خاطر چنین وارد شده که سر هر مسئله فکر راندن جایز است، ولی در ذات الله تعالی خاموشی بهتر است، زیرا وی لیس کمثله شیء، یعنی هیچ چیز مانند او نیست. از همین سبب در این باب واصفان جمال ذاتش گفتند که ما عرفناک حق معرفتک، یعنی تو را نشناختیم آن حقی که شناختن داری، زیرا انسان قدرت ادراک و احاطه صفت الله تعالی را تا نقطه آخر ندارد و نیست بنده ای که لایق باشد بجا بیارد آن عبادت را که الله تعالی سزاوار است، زیرا بنده از بردوامی شکر و ذکر و حمد و ثنا و غیر عاجز است. بنده قدرت حساب نعمتهای آفریدگار را ندارد کی تواند از عهده شکرگزاری آنها برآید. هیچ کس نمیتواند که بگوید من حق عبادت الله تعالی را بجا آوردم، ولیکن بنده عبادت میکند به امر الله تعالی، مثل عبادتی که در کتاب خود و سنت رسول خود امر کرده است، عاجزانه برای ادای حق خود انجام میدهد، زیرا آن ثنای را که الله تعالی برای وصف خود میگوید هیچ احد آن را جمع کرده و بجا آورده نمیتواند. و در دوام متن امام ابو حنیفه رحمه الله میفرمایند: ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكل والمحبة والرضاء والخوف والرجاء والإيمان ويتفاوتون فيما دون الإيمان ذلك كله. یعنی تمام مؤمنان در اصل شناخت، یقین و توکل، محبت و رضا، خوف و رجا یعنی امید و ایمان مساوی و برابر هستند، اما جز اصل ایمان. ما گفتیم که اصل ایمان این تصدیق قلب و گفتن با زبان است و شناخت در تمام موردهای ذکر شده با هم تفاوت دارند. اکنون بیایید شرح گفته های امام ابو حنیفه را دیده براییم. و برابرند همه مومن ها در معرفت و یقین
دانستن امر دین و در توکل کردن به الله تعالی نه به غیر او، در محبت الله و رسولش صلی الله علیه و سلم و در رضا به تقدیر و قضا و در خوف بودن از عذاب و عقوبتش و در امید بستن به رضا و ثواب الله تعالی و اعتقاد داشتن و باوری نمودن در اصل آن چی ذکر شد و اصل ایمان که تصدیق و اقرار است، مؤمن ها برابرند. یعنی ایمان و تصدیق یا هست یا نیست، در این همه مؤمن ها برابرند، اما در فضل غیر تصدیق و اقرار بنابر مختلف بودن مقام ابرار یعنی انسان های نکوکار در برپا نمودن احکام شرعی چی ظاهرا و چی باطنا از همدیگر فرق میکنند. حتی فجار و بدکار در عصیان و گناه صادر نمودن از همدیگر نیز تفاوت دارند. دوستان عزیز، در بالا درباره خوف و رجا سخن گفتیم و می خواهیم کمتر در این باره معلوماتی بیشتر بدهیم. خوف یعنی ترسیدن از عذاب خداوند و رجا باشد امید داشتن به اینکه خداوند گناه ها را می بخشد. علما گفتند که این دو صفت مانند بالهای پرنده هستند در انسان. اگر هر دوی این در انسان باشد، انشاءالله انسان از جمله این نجات یافتگان است. و اگر یکی آن باشد، مثال اگر فقط خوف باشد، ترس باشد ولیکن امید نباشد، این انسان در یک حالت وزنین است که می ترسد که خداوند او را عذاب می کند و امید به بخشیدن گناهان او ندارد. و اگر شخصی فقط امید داشته باشد که خداوند می بخشد و خوف و ترس از خداوند نداشته باشد، گناه کردن گیرد، این شخص نیز عاقبتش بد است. و این سبب علما گفتند که خوف و رجا یعنی خوف و امید در مسلمان باید باشند. شخص یک عمر گناه کند و کاری ثواب را فراموش کرده همه وقت در پی گناه باشد، عذاب آخرت را از یاد برآورد، عمر خویش را بی توبه پسی سر کند و به این حال امید داشته باشد که خداوند او را می بخشد، این یک نوع غرور، آرزوی و امید دروغ است. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. بهتر آن است که به ایام جوانی و قدرتمندی خوف بیشتر و به هنگام پیری و مریضی امیدی بسیارتر داشته باشد شخص. در این مضمون قول رسول الله صلی الله علیه و سلم است که می فرمایند نمیرد کسی از شما مگر در حالی که گمانش به پروردگارش خوب باشد، زیرا انسان کامل عقل هر وقت از عذاب پروردگار ترسد باز به سوی او برمیگردد. خلاصه دوستان عزیز، خوف و ترس از عذاب پروردگار ما را از انجام دادن گناه باز می دارد و رجا و امید داشتن به این که خداوند مهربان است ما را می بخشد ما را به پروردگار باز نزدیکتر می کند. پس دوستان عزیز، خوف و امید اینها دو باله می باشند که ما را از غضب و عذاب پروردگار نجات داده و به سوی رحمت و مغفرت او می برند. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.